سلام دوستان، وقتتون بخیر. خب قراره که در کمتر از 2 دقیقه در مورد یکی از نکات بسیار مهمی که طراح‌ها، معمارها و گرافیک‌کارا که تازه وارد بازار کار میشن صحبت کنم. ببینید، یکی از مهمترین مسائل و مشکلاتی که همه کسایی که فارغ التحصیل میشن از دانشگاه و وارد بازار کار میشن و بعد مدت 1 سال، 2 سال، 3 سال ناامید میشن از این حوزه، این هستش که چیزی به اسم قرارداد رو توی دفترشون و توی پیکارشون ندارن. بستن قرارداد دوستان عزیز، معمارها، طراح عزیز، ببینید خوبی که برای شما داره اینه که شما میتونید از کارفرما مبلغی رو به عنوان پیش‌پرداخت تهیه کنید. ببینید، چون هنر ما استخراج از ذهنمون هست و میتونیم اون رو به کارفرما تحویل بدیم، جنس و کالا نیست که بتونیم مثلا طبق اون ازش یک مبلغ رو دریافت کنیم. این هنر رو اکثر کارفرماها به اسم نقاشی میشناسن که متاسفانه خیلی میتونم اینو بهتون بگم که اصطلاح خیلی بدی هست. اما برای اینکه شما بتونید اون دستمزد خودتون رو و اون هنری که دارید خرج میکنید رو بتونید در قبالش هزینه‌ای بگیرید برای تامین هزینه دفتر، نیروهای جانبی که دارید و حالا مسائلی که در دفترتون دارید، حتما قرارداد رو بنویسید. اگر خودتون نمیتونید قرارداد رو بنویسید، به یک وکیل قانونی واگذار کنید، یه مبلغی رو از شما میگیره و برای شما یک قرارداد بسیار خوب رو مینویسه که شما میتونید در ابتدا و در استارت یک پروژه یک پیش‌پرداخت خیلی خوب رو از کارفرما بگیرید و اصلا از این نترسید که اگر اسم قرارداد رو بیارین کارفرما فرار میکنه، کارفرما مثلا میگه تو تازه وارد بازار کار شدی. اصلا از این حرفای کلیشه‌ای که اکثر دانشجوها میزنن نترسید. اگر واقعا قوی هستید، اگر واقعا وقت گذاشتید برای اینکه بتونید یاد بگیرید و یه هنری رو تحویل جامعه بدید، قاعدتا این کار رو انجام بدید. چون با این کار شما میتونید چند سال آینده دفتر بسیار خوبی برای خودتون درست کنید و نیرو بگیرید، چند تا پروژه در کشور داشته باشید. حتما این ویدیوی من رو سیو کن، من رو سابسکرایب کن. حتما از این به بعد نکات بهتر و جالبتری رو در حیطه معماری، طراحی و گرافیک براتون به اشتراک میذارم. ممنون که ما رو دنبال میکنید. متشکرم. خدا نگهدار.